افشات کنم با کی بودی؟ ساشا با پریناز ایزدیار بوده، بعد الناز شاکردوست اومد اسپانیا استادیوم. الان چه سوالی رو باید جواب بدم؟ سوال الان چیه؟ شما با پریناز ایزدیار بودی یا نبودی؟ رامین گفته. خب بگو دیگه. ببین خب بالاخره خیلی خیلی تایم پیش. دوستان عزیز سلام علیکم، حالتون چطوره؟ به 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 به، جمع همه دوستان جمعه. بیاد بالا یکم کار داریم باهاتون. الان چقدر سرده هوا و اینکه با پیج دوم خودم ادمینای خودم اومدن بالا. بچه‌ها خیلی باحاله. یه کامنت بذارم برام. آقا یه چیزی بگم، الان 2-3 روزه شما هر اناگویی تو مجازی میبینید اومدن تو دایرکت من، یکیشون فوش میده، یکیشون تیکه میندازه، یکیشون میگه دنبالتون دارم فالوورم، یکیشون میگه دنبال انم گوام بهتم، خلاص هر چیزی که بگید میگم. بعد انتظار دارن که مثلا من راجبشون صحبت بکنم و اینکه کجایی. دکترم والا، منتظرم پزشکم صدام کنه برم تو که من اینا رو دایرکت کنم، دایرکت کنم که بیام بالا. جالب یکی دوتاشون زنگ زدن میگفتن داداش چقدر میگیری ما رو پروموت کنی؟ ما اگه می‌خواستیم پول بگیریم خیلی از این پولا راحت‌تر میتونستیم در بیاریم. گفتم که این دوستان در جریان باشن که ما الکی گردنشون نمیگیریم. اومدید دایرکت منو پاره میکنید، سوراخ میکنید، از بازیگر بگیر، خواننده بگیر. یکیشون میگه آقا نمیشه مثلا منو وصل کنی به فلانی، یه 20 ما بگیریم. ریحانه و مختوال پویان که ریحانه پارسا رو گردن نمیگیره دیگه، نمیدونم. و ان شاءالله بستری فراهم بشه. آقا پرنده رید فکر کنم تو سر. نه نریده. میسم جان ارائهت. آره دیگه از حالا به بعد ریحانه پارسا میشه ریحانه مختاری. گفتم در جریان باشن. رفتم چکاپ، این قفسه سینه‌ام درد میکنه یه هفته‌ایه. گفتم برم ببینم سالمم، نمردم. گفتم من بمیرم یه عده خوشحال میشم، ولی دعا کنید بچه‌ها بگی کرونا است. ساشا چطوری؟ بذار این ساشا رو من بیارم بالا. امیدوارم دکتر صدام نکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. ببین نقطه ضعف ساشا میدونید چیه بچه‌ها؟ نقطه ضعف یه چیه؟ اومدیم موام به هم ریخته بود. نه میگم کس نه بگم الان عصبی بشی نقطه ضعف تو، بعدش میاد بهش بگید آقازاده. موام شو تقریبا خودم آقا بزنم. سوال من چقدرت میاد بهت بگن آقازاده؟ چون کس ننه آقازاده نیستم. داداش همه که آقازاده ایم دیگه، این چیز بدی نیست که. بابا همین چیز جدید بگو. اینو همین جدید بزن. افشات کنم با کی بودی تو هم؟ نه حالا اونو افشا نکن. با بچه ساشا با پریناز ایزدیار بودی یا نبودی؟ نه یکم فکر کن. نه بعد الناز شاکردوست اومد اسپانیا استادیوم. بابا دست بردار امی، تو یهویی آدمو یهو میذاری لای منگنه، یه حرفایی میزنی. آقا الان ببین تو دو نه حالت داره، آقا یا همه بگی اینا با ریحانه دروغه. پارسا و همه این نه حرفا ریحانه پارسا چیه؟ دروغه. آقا گردن بگیر، یا با پریناز ایزدیار بودی یا الناز یا آقازاده، یکیشو انتخاب کن. ترجیح میدم آقازاده باشه. یعنی اونا رو نمیخوای گردن بگیری؟ نه آخه نبوده آخه. برای چی اومد اسپانیا با بازی اتلتیکو بیلبائو؟ بچه‌ها عکساشو رو نگاه کنید. حالا دیگه حال نداشتم برم سرچ کنم.
مگه هر کی بیاد اسپانیا مگه باید بیاد پیش من؟ یکم فکر کن. این چیه؟ این کجای اومده رو لب و دهن من؟ این چیه نمیره چرا؟ ساله بذار من ببینم. صبر کن بیارم یه سال. الان رفت. آره الان رفت. خب این باگه. خب حالا کدوم پس نبودی؟ خیر. اونی که اومد استادیوم با کی پول استادیومش کی داد؟ من چه میدونم همین چه سوالایی میپرسی؟ آقا بگو دیگه میخوام بدونیم یکم چه سوالای عجیب غریبی میپرسی همین. هوا اینقدر اینجا گرم شده منم ببین سرد اینجا یخه. من الان منتظرم برم دکتر فکر کنم ببین کرونا بگیرم و مجازی رو میتره کنم. میزنم خودمو به مردن، بدنمو میلرزونم، آزمایشمو میذارم 200 کارو من کرونا گرفتم. من روزای اول که کرونا اومد کرونا گرفتم. چیزشو مشروبشو نه واقعا کرونا گرفتم من روزای اول. دیگه چی گرفتی؟ آقا حالا بگو دیگه. پریناز ایزدی‌ها خوب بود؟ هرمز بود؟ زشتی بابا، طرف ازدواج کرده سر خونه زندگیش. این حرفا چیه؟ کجا میدونی ازدواج کرده؟ از کجا میدونی ازدواج کرده؟ توی اینستاگرام. این چک میکنی؟ بعد بین این همه بازیگر مثلا اینو چک میکنی؟ نه چک نمیکنم. حالا تو چرا بین این همه بازیگر یه اسم اینو میاری؟ آخه میخواستم اعلام بکنم بعد گفتم قاطی میشه با این حاشیه‌های دیگه. گفتم به موقعش بریزم رود. از اون لحاظ دیگه الان رو دیدم اومدی بالا کامنت گذاشتی گفتم بگم که حالا کدومشون خوب بود؟ پریناز یا الناز؟ من به خدا نمیدونم. کلا با ناز خیلی حال میکنی. ناز آره. بعد ساناز چی؟ نازو خیلی دوست دارم. ساناز چی؟ من کیو دوست دارم واقعا؟ دختر خیلی خوبیه. خب اگه ایران بودم باش ازدواج میکردم. خدا میدونم حسینی. کی؟ به من ساشا اینجوری میکنه داداش میتونین کی؟ بابا چی میگی تو؟ امین کیو میگی تو اصلا؟ حسینی دیگه. یه رزه گوش خدمتون دی hermano tu brano ya estoy yendo hacia en camino. Dale, pero que tengo dale, sí, dame te amo ahorita. نه خدایی حالا اسمش رو آوردی. من یه کسی دیگر رو می‌خواستم ولی آناشیدم خدایی خوبه. یعنی خیلی دختر خوبیه اصلا. من واقعا دختر. آقا نه اونو ول کن. ببین همین خواهشاً رو نریز چیزی. خب چون واقعا دختر خوبیه. خب دختر خوبیه. گیره اون آدم افتاد. خب من اون آدم حالا کاری نمیشناسمش ولی دورادور آمارش بهم رسیده بود. خب آدم درستی نیست، الکیه، فیکه. خب ولی آدم فیکه دیگه. چیز دیگه. من آره میگه الفاظ رکیک استفاده نکن تو لایو من. خب یارو کیرگوزه. چی میگم؟ یعنی چی؟ میگم بیشتر باز کن برامون. کیرگوز لب و دهنه دیگه. یارو انوان الکی میکنه. یارو میدونی فیک چیزی که نیست رو داره نشون میده. من آمارشو دورادور دارم. خودشو که اصلا نمیشناسم، یعنی دلیلی هم نره بشناسم، ولی بالاخره رفیقای مشترک داریم. آمارش میرسه. اون موقعی هم که والا من هیچ موقع همسنف اون نبودم. والا اونا آقازادن. اونا من آمار بخور ببر به چاپشون رو دارم. چوری از کجا بمانن. ولی خدای آناهید یا آناشید من نمیدونم شما میدونی. آناهید حالا نمیدونم. من عکساشو دیدم. بهش دختر خوبیه یعنی کلا خیلی. نه بغیر از اون حالا اون بنده خدا ما همشهریمونه با همشهری ما کار نداشته باشه. نه کاری ندارم. دارم میگم دختر خوبیه. نایس تو میت یو. میگی چی میگم؟ بسیار شکیل و برازنده است. اشتباهی رفت دیگه. میگی چی میگم؟ ولی باز آغوش من برای اون همیشه زدی تو کار خوانندگی. تو هم میخوای خواننده بشی؟ آره بودت شدی. من داش خواننده هستم داداش. البته بچه گم نشه من خواننده هستم و اینکه فیت‌های بسیار. سفر به ترکیه نداری یا نه؟ چرا احتمال زیاد هفته دیگه، چون الان بازار میبینم ترکیه داغه. احتمال زیاد مازیگری چیزی نمیخوای بزنی تو سی؟ آره تا بعد ببینم چی هستی، چی دم دست هستی تو ترکیه. الان بازار چیه؟ پریناز که تموم شد. نفر بعدی کیه؟ بابا پریناز ازدواج کرده. خب الناز چی؟ النازو خبر ندارم مثلا ازش. خب بعد اسپانیا اومد چیکار؟ اینو بگو دیگه. حالا دور همین کسی. من ولی آناشیدا خدایی هستن.
ببین حالا نه ببین اومده اسپانیا چیکار آقا اسپانیا اومده بود فابریکی چیزی باشه بالاخره میزنن. حیف که اون ایرانه دیگه و دست و بالش بسته است بالاخره با من آقا بحث عوض نکن. این رفت اسپانیا نمیدونم استادیوم. بذار من یه عکس استادیومشو پیدا کنم. صبر کن همین الان رفت فوتبال ببینه دیگه. صبر کن بذار الان من نشون میدم. آقا منم رفتم فوتبال دیدم. شما هم رفتی فوتبال دید. با کی رفت؟ این مهمه. ایترم نگاه بذارید من نشون بدم. من دارم رفتم دکتر دیگه بعد تو وسط دکترم. آقا اینجا که اسپانیا رفت بود استادیوم اتلتیکو بیلبائو اینجا خواهشاً میگی اینا رو. همین فردی تو بچونه مادر. آقا بگو دیگه حالا مثلا اینجا استادیوم پشت مشتا. من چه میدونم میری یه چیزایی رو پیدا میکنی بعد به یه چیزایی میچسبونی. حالا نمیخواستم الان بگم گفتم داغ میشه این موضوع. بعدن گفتم ببینم گردن میگیری یا نمیگیری. یه چیزایی رو به یه چیزی رو میچسبونی یارو رو اصلا ریشه و بم و همه چی میزنی. داداش بگو دیگه حالا دور همین. یه بار تو عمرت یه چیزی گردن بگیر. من کلا آدم گردن بگیری هستم. خب الان پریناز چی بوده؟ پریناز اولا اصلا پریناز کی به تو گفت؟ اصلا کجا اصلا آماری از پریناز داری؟ اینو اول من بگو. حالا گفتن دیگه. خب اول تو من بگو تا من بهت بگم. ولش کن خواستم یارو یارو گنده میشه. ول کن حالا بگو دیگه. خب تو بگو از کجا اصلا میدونی این همه بازیگر چرا یا مثلا رامین بهم گفت. یکی آوردم که نتون روش حرف بزنه. Buena. Mira, una mesa adentro no podemos. No, acá tu proyecto, tu pana. Allá España ahí. Adentro. ¿Por dónde allá? Acá tu corrano. داداش اول اینو پریناز کی به تو گفت؟ رامین یک نفر است. رامین یک نفر است گفت. ببینم حالا میتونی حرف بزنی. Bueno, una mesa para dos personas. Hola, ¿cómo estás? Agazado, Sí, vamos a comer rápido, que tengo ahorita un vuelo. حواسش نیست بدونه. Aquí. خب بگو از تا پشت بدادم نفهمیدی تو لایو. آره خدا من میخوام بدونم اینجا بشینم. اینجا نور بهتر آره. بگو آقا بگو این ¿Cómo pediste una vez? ¿Cómo pedí? Papá پولدار آقا چی؟ گفتی پاپا پولدار آقا پاپا پولدار آقا زاد پول مول. ببین پرنده من ریت تو سرم. داشتم میگفتم اینو کی به تو گفت؟ رامین یک نفر است. Hola, mira, trae una ensalada de hoja verde, trae un risotto, ¿tú quieres un risotto? O dos risottos de hoy una carne. Yes, I'm black. Un risotto e un carne. Acá zade, papa puldar, acá zade, puldar, man rap Europa te tomo nene. Solo mío, sin grasa. Y para beber yo quiero agua. خب آقا گفتم دیگه رامین گفته. خب عرضم به خدمت شما که الان چه سوالی باید جواب بدم؟ آقا بودی دیگه رامین گفته. خب الان چه سوالی رو باید جواب بدم؟ الان شما با پریناز ایزدیار بودی یا نبودی؟ رامین گفته. خب بگو دیگه. ببین خب بالاخره خیلی تایم پیش. خیلی قدیم. چند سال پیش؟ 4 سال. خب الاز شاکر دوست؟ نه آقا. اسپانیا؟ نه آقا. پران اسپانیا استادیوم بابا پولدار من آقا زده خرج بلیط پردان. آقا این حرفا رو برش کن. شما به من بگو خب من آناهید اونو هستم. بگی شما این وصلت رو انجام بده. خب شما پا پیش شده واسه وصلت انجام بده. آقا نه اون خانم محترمی من اصلا خودت میتونی بری دایرکت با یارو صحبت. شما صندلی عقب پیکان من ایشونو سوار کن. خب شما ببر بالاخره یه داستانی میشه. باشه سوارت میکنم. یه کار خیر بکن دیگه آقا. ما میخوایم بالاخره چی میگم بریم سر خونه زندگی. تو سر خونه زندگی نمیری. من میرم شما اوکی کن.
پس آقا تو خودت الان گفتی که الان بین اون دوتا گفتم اون دوتا گفتی نه آقازاده رو انتخاب کردی. ببر ما رو به قول فرزاد بچرخان. بچرخانم. آره ما رو ببر بچرخان، بعد بلرزانیم برقصانیم بچرخانیم. تو یه کار خیلی هم انجام بده، فقط حاشیه سازی نکن. فقط خیر نیست. اینا شره بابا. تو آخه الان ریل زدنی. آقا من میگم من میزنم تو چیکار؟ من میزنم دیگه. مهریه چقدر میکنه؟ قول میدم یه تتو هم بزنن. کجا میزنی تتو رو؟ یه شرط داره روی سینت اگه اسم منو تتو کردیم جوش میدم برات. نه اسم چرا تو رو تتو کنم؟ اسم خانم بالو رو تتو میکنن. داداش من میخوام وصلت جور بدم دیگه. جور کنم چی میگن؟ شما بسیط رو جور بده. خب جور بده. آقا خدای من پسر بعدی نیستم آقا. به چیزای من نگاه نکنی. چی میگم؟ به استوریا و فیلم ها. ببین یعنی بری ایران. ببین بری ایران چی میگن؟ شیک بزن یه دو تا اول. آخه شرطش اینه که بری ایران ازدواج کنی. میری؟ آقا من برم خواستگاری میخوام. من برم وقت دکتر دارم میام. برو داش برو. فعلا بچه.